زود کشته پرتوید این را. اگر مرا کشتی پیکاستو را زنده نمیماند کایا. کار کرده جانی بقدرت را میگیرد. پیکاس من بعد به من 5 متر نزدیک شده نمیتواند. نفشو کشید این خزنده را. کایا من برای تو همه ای کار را کردم. من نمی بودم تو هیچ بودی. تو را دائما محافظت میکردم. بالو پرت شدم. من نمی بودم تو در کجاها بودی؟ در بین افلاس ها زندگی میکردی. همین از مینت داری. آدمان دور به خود چگونه سخنهای معنیدار دارند. چیست محترم اینک؟ دیروز بود، امروز. ماند من روم. دوباره مرا نمیبینی. از اینجا گریخته میروم. تو خود انتظار نیستی که باورت میکنم. در این دنیا سید رو به دست گرفتی حلش میکنی، وگرنه او تو رو حل میکنه. خواهش میکنم کایا با حالم گذار. از این پس با تو کار ندارم. التجا میکنم. نه، خطایی کلان کرده ایستاده. اگر خطا باشد از جانب ما نیست، قرار انجمن. زود باشه. میبینم که در اینجا باد سموم میوزد. مینگی خط بست. تو حالا هم سرود دستاشت را ترنم میکنی ایار. یگید پرونید شدو رو. یارده به من. این از کجا پیدا شد؟ از کجا دادم؟ هر دوی همان را بکشم. مینک دیگر ایراجه نداره. اکنون آدم بر این برا. آدم میدیم که به عذاب بکشم. یارده. باز هم تستر. باید به قصر سمی هر چیز زودتر برسیم. حیات پیسکار در خطر است. زودتر. احمقی به حیا همه همان روی راست فروخت. اینک همه این کارهایت را جبران میکنی. چرا تا حال صورت تستر نشد؟ من به شما میگویم زودتر باشید. زودتر. مینی اگر یگید این آدم ها را کشد پس ما در بلا میمانیم. زودتر از اینجا باید برای پیسکار چی؟ او چی میشود؟ زودتر دو تستر از اینجا باید گریزیم. مایلش دو زودتر باش. یکی بگریزم. نگذار که گریزم. آماده ای شده از کنیک بین. نمیدونم. کنیک بین چرا خودت نمیبینی؟ از اینجا دور شویم. در زودتر تست کن. یعنی زودتر های که ماشین هایی کن.
خواهی که عاقبتت مثل دوستانت نشود. سلاحات را مانده برا. نمیپرتویم خودت آمادگی. خیر از خودت گیره کن. چه شد؟ با فکرم در درون آب تر کردی. تو از اول افلاس بودی، حاضر باز افلاستر شده ای. یاریده ما رو از اینجا برو. تو با فکرم شوخی میکنی. از این پس با تو در یک قطاره. تا این اندازه بی عقل بودنت را نمیدانستم. شوخی نمیکنی؟ جدی میگویی؟ البته جدیم. از این پس دست به دست شده نابودشون میسازیم. در برد میشوم. راست میگویی؟ دستت را دراز کن. بیا. تو چی کار میکنی؟ شوخی میکنم. جان مرا خلاص کردی. دیگر هرچی خواهی میکنم. مرا از اینجا برار. حیاتت را نجا دادم، زیرا تو را کشتن میخواستم. من آسان مردن تو را نمیخواهم. تشکر میگی. صدقا از تو مینت دارم. تو مرا نادرست فهمیدی. مردن تو را نمیخواهم، یعنی نمیخواهم که کسی دیگر تو را کشد. خواهی تو منم، میفهمی؟ تو را بغیر من کسی دیگر نباید کشد. پیسرگان التماسی گید گوش کن. اگر با من شوی همشون رو نصف میکنیم. برای این کار هرچی خواهی میکنم. تنها مرا نکش. یکم کس تعقیب دارد. نه کسی نیست. خوب نگاه کن، خوب نگاه کن. نگفتم کو خوب ترسانچک بوده ای. کی؟ من؟ این احوالات را بین حالا هم لرزیده ایستاده ای. نه ارتباطی ندارد. این از ترس نیست. این از دیشب کم خوابی کردم. از همان حساب. البته راست میگویی، راست میگویی. الو من سمی. در خانه من وضعیت بد شد. پیسگار را میکشتم که یگید آمد. محافظان را کشت. احتمال است که پیسگار را کشته باشد. مرا چی کار میکنی؟ اول آن بازی را یاد میدهم، بعد غرق شدن را. ایستگید ایست. هرچی خواهی میکنم. من با تو دوست بشوم. نکنی دشمن های تو دشمن های من میشوند. من تنها یک دشمن دارم، آن هم تو هستی پیسگار. دیگر خونبه های پدرم در زمین نمیماند. هر دویشون توزار. باری آخر رو میپرسم، یکی در کجاست؟ بگوید. گفتیم که ندیدیم. دروغ میگویند سردارم. یک جویه بودند. گوش کن دوستم، مانع کرده ای. چرا اینقدر اکراه میکنی ها؟ خیری، به این هم تو رو دیدن نمیخواهم. باز مسخره میکنی. سرت رو پاره میکنم. سرکمی سر میمدو. من شما رو دست نزن. من با شما که دروغ گفته بودم؟ تو که راست گفته بودی خیری. گوش الافتراء الکبیر و دهی سویزن العجایب یعنی. آمین. همین خیلی. زباندان ترکی رو از خود کردی، باز عربی مان. کنی گویا دیگه در کجاست؟ اگر دستگیر کردنی باشه دستگیر کن، وگرنه اجازه دید رویم از اینجا. خیری، یا اینکه حاضر گپ میزنی یا برای مشغول کردن عدالت و دروغگویی بر امنیت بازدارت میکنم. سرکمی سر تو از کدام عدالت سخن میگویه؟ بوبینه که یگید خودش رفت برای انجام کاری رفت که شما نتوانستید. فهمیدید؟ برای نصف کردن ارکین کندو رفت. تو چه ها میگویی؟ هندو ایست. سردارم چرا ایستم؟ اجازه ده که بتربیه رو درسش رو دهم. هندو با تو ایست گفتم. ما پلیسی دست بردار نیستیم، بلکه دست والا کنیم. سر دیدیم ما رو. اطاعت سردارم. اگر یکی تو شناخته من با اینها بوده باشد هم و اینها چیزی نگفته است. گفته باشد هم الکی دیر شده است. تشکر سردار. باور کنید اگر میدونستیم از کمک کردن شد. البته شبه ندارم آقای صابی.
نوبت شما هم یگان روز می آید. همه وقت در خدمت شما هستیم سردار. خیر سردار، با اجازت شما میرم. امدو دنبالشون شو. با عقل خودشون ما را فریب کردنی. فهمند هم تعقیبشون بکن. بگذار دانند که همیشه در تعقیبشونیم. اطاعت سردارم. بیایید رفتیم بچه ها. اطاعت سردارم. یگید التجا میکنم مرا گوش کن. آواز گوش خراشت رو زیاد گوش کردم پیشتگار. دیگر طاقت شنیدن سفسطه ها را ندارم. حق هستی مرا بکش، لیکن از کشتن من چی فایده؟ هیچ چیز، فقط خودم را راحت تر حس میکنم. لیکن از گفته هایم بسیار فایده میگیری، برای هدف هایت قدم های بزرگ میگذاری. فراموش مکن یگید، کشتن من چیزی را عوض نمیکند. باور کن مرا، به این هم ارکن کندو نفر را به جای من میگذارد. پیسگار میرود، اژدها میآید. کدام حیوان را که به جای تو گذارند گذاشتن گیرند دیگر برای من فرق ندارد. پیشتگار، من تنها دنبال گرفتنی قصاص و خونبهای پدر هستم. با کشتن تو قصاص نفری را میستانم که وطنش از همه چیز زیادتر دوست میداشت. فهمیدی مرا؟ اینجا بیا. بله راست میگویی، پدرت را خیانت کردم، لیکن نمیفهمی یگید من فرمان بردارم. باری هم فکر نمیکنی که امی کشتاری پدرت را کی داده است؟ من این را خود سرانه قرار داده نمیتوانستم. مرگ تو این مرگی آنها هم است. تو و تو بر این مخلوق ها باید بمیرید. پیشتگار، آن سازمانی را که با آنها سگی میکنید و نمایندگی دارید عاقبتش همین است. با کشتن تو قصاص پدر و تمام فدایان وطن را میستانم. تو قصد یگان نفری رو نمیگیری، خودت رو فریب نکن. با این عقلت عاقبت کسی رو آورده نمیتوانی. کی پروای غم منی پیاده رو دارد؟ در دستشون ده ها هست، از عقب من شاه هست یگید. بازی شahmat که تمام شد، هم شاه و هم پیاده را به قوطی جا میکنم. بازی تمام شد. یگان چی رو نمیفهمی؟ همین خیل باشد مرا کش. این کار را برای انجمن بزرگ میکنی، بالای نان آنها روغن میمالی. حالا هم نرسیدیم. قریب که رسیدیم سردارم. یک لحظه، خانه سمی در این طرف نیست. آخر به کجا میرویم؟ هر تا سلاحت را، فکر حرکت های نادرست را نکن وگرنه در پیشانیت تیر میخوری. احمق ها، سگانی به ناموس، همین قدر ارزان شده است این کارها. معلوم می شود که شما را هم خریدند. ماشین را نگه دار. زود از ماشین فرا. همتون را از کوچه جمع کردم، آدم کردم، خوراندم و پوشاندم. همین است می نداری. به چند فروختید مرا؟ با پولی خوب. از خیال کرده ما قیمت‌تر بوده ای. انجمن بزرگ را کی اداره میکند؟ کی؟ خاطر اساسی پدرت. چیستند آنها؟ در کجایند؟ این قدر آسان نمی شود. وعده ده که مرا سر میدهی، بعداً میگویم. جای آنها را به من بگو. میگویم. بگو. وگرنه تو را در همین جا میکشم. در همین جا. بگو زودتر. اول وعده ده، بعد میگویم. از این پس تا آخری عمرت چون خائن عمر به سر میبری. تا دم مرگ این داغ شما را ترک نمی کند. خواتیر نشو، کسی نمیداند. همتون به این کارتون جواب ندید. در این دنیا جزای خائن تنها یک نمود است، مثل سگ مردن. قبل از آن دمت را گیر. بزنو. گبزن میگویم. آخرین بار میپرسم،
یا میگویی یا در همینجا میمیری؟ مایلش میگویم. کاری دیگری میکنیم. مایلش چیزی نگو. مرا آنجا ببر. فهمیدی مرا؟ به این هم تنها رفته نمیتوانیم. آنجا را خربی یک لشکر محافظت میکند. نزدیکی در شدی تو را میکشند. گوش کن، ما از در نمیتوانیم. تو فکر آن را نکن. ابله بزنشین نگیم. بزنو. جناب بیستید. من یکان گناهی ندارم. باور کنید من یکان گناهی ندارم. من هم باور کردم. تو کی را فریب میدهی؟ بگو امر از کی گرفتی؟ نمیدونم. بگو امر از کی گرفتی گفتم. اگر بگویی زنده میمانی. کایامینیک خواهش میکنم مرا با مهمانخانه بر. ببخشید وقت زیاد ندارم. برای چنین خیانتکارها کمک بکنم. آیا پسگار تا حال زنده مانده باشد؟ طاقت کن سردارم. کایامینیک رسیل جواب این کار را یگید به مکان رفتمان ممکن نبرایی. جای رفتمان ممکن برای دوزخ باشد. آقای پیسگار تو فقط فکر خودت را کن. پیسگار به این هم من عذاب دوزخ را میکشم. یک طرف شو و یک طرف. یگید با تو جویشون رو میگویم. مرا همراه نکن. سرده روم. بسیار میخواستم اما نمیشود. تو هم همراه آنها باید بسوزی. من هم بسوزم؟ تو چه گفتنی هستی؟ آن روزی که از سوزاندن خودداری کردم خودم را زیاد ملامت کردم. سخن نجیب سردار مرا وادار ساخت که همان لحظه به دستی عدالت سپردن تو را قابل قبول حسابیدم. حاضر میدانی به کجا میرویم؟ به کجا؟ برای سوزشواری. سوزشواری؟ یکی چی ها گفته استاده ای؟ کدام سوختار؟ کدام آتش؟ این آتش محبت نیست البته پیسگار. این آتش است که کشور را از ظلمات رها میدهد. التماس مرا سرده. مگو که مرا میسوزانی. پسری مردیوین هستی. مثل ما نیستی. سرده روم. پیسگار اگر تو نسوزی انجمن نسوزد. چگونه کشور از تاریکی به روشنی میرسد پیسگار؟ در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است.
پیساگور در کجایی؟ پیساگور در کجاست میدانی؟ گبزن آخیر پیساگور در کجاست؟ چی شد؟ در کجا؟ پیساگور رو او برد؟ بله. نمیر آخیر با کجا برد؟ نمیدانم. کیامینیک چی؟ او کجا رفت؟ نمیدانم. آمدم رایم باید بکشم! جوابشم را میدیه! آمخو! گوش کن همینجا آرامانه میشینی اگر گریزی پایهایت را میشکنم فهمیدی؟ ببخش پایهایت را شکسته بودم که گوش کن اگر گریختنی شوی چرخهای عرابت را گرفته هوایش را از کفای تو میبرارم فهمیدی؟ آخر دیگر علاجه نمیماند مرا ببخش در اینجا یگان کس هست؟ چرا اینجا کسی نیست؟ тамошобинони муҳтарам полис тоҳолиги гундузалпро ҷустуҷӯ дорад ки қаблан сардори амниятро гаравгон гирифта буд масъулони амният расмҳои гид гундузалпро дар ҳама ҷо овезон карда аз мардум дархости кӯмак карда истоданд بسیار عجایب در نوار فربه آمده و من میگفتم که تلویزیون 5 کیلو فربه نشان میدهد باور نمیکردم ای برو هم نمیدانم بیاداب ها آها برادر اکا میبخشید در دستشویی بودم نه هیچ گپ نیست چی میخواستید؟ بنزین گرفتنی هستم مالش اکا بهتر الا کدومش؟ اللهش باشد اگر لازم شد دیگرش را خودم پر میکنم خوب شده است همون ماشین است آخر؟ نه بهتر میشد که در یگان ظرف میدادی اکا ببخشید در ظرف نمیدیم از مقامات سند لازم میشود برادر التماس دستگیری کن با یک دوستم میبرم در راه مانده است مالش اکا یک بینم یگان ظرف میوبم تشکر دوستم از کیامینیک و سمی یگون خبری نیست؟ زنگ میزنم جواب نمیدهند. ایستارم باش کنی نقل کن چی شد؟ یگید به قصر سمی در اومده است همه را کشته است و پیساگور از دستانش گرفته است کیامینیک و سمی به یک عذاب گریختند این خبری خیلی بد است پس پیساگور تا حال زنده است فکر نمیکنم یگید رو کیها کشته به پرتوگاهی پرداخته است کاش که چنین کرده باشد پیساگور را نکشند و به سخن درآورند نمیدونم هیچ چیز رو نمیدونم یگون فلاکت میشود بچه ها از عهده کار نبرآمدند که کس هم نجات یافت همش آمیخته شد یگون کارمون از روی نقشه عملی نشد شاید حاضر دنبال ما باشند چی کار میکنیم همینجا شما نمیرسیدید شکر که پلیس آمد اوف از یکیت خلاص شدن یاری دهت پلیس من در اینجایم تقدیرت بلندی کرد ظرف هم بیفته سلامت باشید شما هم سلامت باشید پلیس من در اینجایم یک آب ده از یخدان از گرمی دهان و زبانم کاغ شد کار یکم را تمام کنم حاضر میدیم بخیر است در راه موندی من نه یک رفیقم یاری دهت خدایا توبه کی باشد چیکار میکنه در ماشین برادر این پول را
بگیر و جانت را کچ. زودتر. زود میگویم زود. کمی پس اینجا تماما جزیر میشود. مرکزت سقوط دارد. چگونه چرا جزیر میشده است؟ چیکار میکنی اکا؟ مثل فیلم های امریکایی. اگر جانت عزیز باشد از اینجا گریز میگویم. مرا ربوده است، نجات دهید. ای برادر چی گپ خودش؟ این چی احوال است؟ یاری دهید، مرا ربوده ایستاده است. کی را برده ایستاده است؟ من او را ربودم. سلاح و تلفن را برآورده پرتا. زودتر. اکنون دستهایت را بردار. 86-80 مرکز ҳолати таҷҷилӣ зуд гурӯҳеро равон кунед. дар маркази бензинфурӯшӣ силоҳдоре ҳаст. марказ фаҳмидам. наздиктарин гурӯҳ ба онҷоро равон мекунед. пикас аз қасди писагоро гирифтан мехоҳад дунболи мо шавад. ором бош орзу. аҳволро бадтар карда истодаӣ. намефаҳмед шумо онҳо дунболи мо мебошанд. касе ба мо коре карда наметавонад. бовар кун маро. ин таф ки бошад касари интизор будим агар? не. кисти? кист дар он ҷо? بخیر است عزیز خانم. مهمان را انتظار نبودید البته. فکر کردم که نهاری را یک جای دوام میدهیم. پیکاس همش رو میفهمونم. یک نافهمی شده است. من حاضر همه آن نافهمی ها را درست میکنم. ایستا چیکار میکنی؟ بردار سلاحت رو وگرنه میپرانم تو رو. اگر پراندنی شدی رفیقت میمیرد. این کارو کنی یک حیو در محبس مینشینی. پرتا سلاحت رو. بهترش که تو پرتا یا اینکه رفیقت میمیرد. نه پرتا، نه پرتا. هر دوتون را میکشد. دمت را گیر. خاموش. گوش کن. من نمیخواهم که به کسی ضرر رسد. به خودت و به رفیقت جبر نکن. من را مجبور نکن. التماس سلاحت را پرتا. زودتر. خطا میکنی برادر. بشو به من. با من بازی نکن. زودتر پرتا سلاحت را. اکنون با من بگو منی که میدهکدن کجاست؟ نمیدونم. تو را باور نمیکنم. مرا باور کنندی. منی که مادر کجاست؟ نمیدونم پیکاس. در اینجا بودم. قسم میخورم که نمیدونم. راست میگویم. با من دروغ مگو. در سری هر دویت میپرانم. اینجا بیا. یکان جا رفتن نمیتوانی. بیا نگریز. آخرین بار میگویم سلاحت را پرتا. میخوای که رفیقت را بکشم؟ نه پرتو پران. من تو را آگاه کردم. مایلش سر ده دوستم رو میپرتویم. پرتا سلاحت را. زودتر پرتا سلاحت را. اینجا بیا. زودتر. زولانه را ده. زولانه را ده. زودتر. بده به من. با کارهای کردهتان جواب میدهید. سرده ما رو سرده. خدری خواهی داد زن. کسی شما را از دستم نمیگیرد. خیری تو اینجا انتظار شو. من با آرزو صحبت میکنم. اکا این از کجا بر اومد؟ پنهان کرده بود است. خوب لیکن چیکار میکنیم با این آرزو رو؟
تو اطراف را خوب نظارت کن. اکا ایست من هم با تو میروم. یکی یگان حدیثه رخ دیاد چین. با تو گفتم که اینجا بیمان خیری. من خودم همش رو حل میکنم. معیل شکا. یگان احتیاج پیدا شد من در همینجا هستم. شرم نکرده گپ زد. لازم شد همه آنها رو بلنگور میکنم. خوب بیا نباشد هر دو رویم. یک لحظه. حاضر میرویم. بله؟ نه که من انتظار میشم. با فکرم با کاری اویلوی دخالت کردن خوب نیست. آخر تو پیشتر آمدن میخواستی؟ اکا فکر میکنم که موافق قاعده من باید اینجا مانم. حالا تعقیب دارم. ثابت و خیری به خانه در آمدند. نه، یگان چیزی غیر دیده نمی شود. ثابت خانه در آمد. خوب، انتظار می شود. یگان چیز شد زنگ می زنم. چه خیلی که وعده دادم به هیچ کس ضرری نرسید و نمی رسد. این خیل شدنش را خودم هم نمی خواستم. التماس مرا ببخشید. خیر من می روم. زود به امنیت زنگ زنید. نام حملگر یگید گندوزال. التماس مرا یابید. بیهوده قوتت را صرف مکن. حالا داد و فیغان گوییت در پیش است. بگو این مینیکی رزیل رسوادار کجاست؟ بگو وگرنه تو را میکشم. گفتم که نمیدونم. یگید که اومد گریختن. زنگ زده فهم. زنگ زدم جواب نمیدهد. زنگ گفتم زن. بگیر. چرا ما را فروختید؟ چرا فریفته عقلی مینیک شدید؟ جزای خیانت خیلی وزنین میگردد. ما گناهی نداریم آخر. پیامینیک با انجمن بزرگ بخورده است. ثابت سلاحت را پرتا. آنزا را سردی سلاح را میپرتایم. پرتا وگرنه خواهرت میمیرد. هرگز سلاحت را نپرتا. اگر پرتایی تو را همه را هم میکشد. او را پران. تو گم نزن. سلاحت را میپرتایی و یا در سرش میپرانم. پران. من پروایی ندارم. من هم به اینجا برای کشتنی او آمدم. اگر آرزو را کشی یک کار خوبی برایم میکنی، از خاطر تو قاتل خواهر نمیگردم. اکا تو چه هم میگویی؟ تو خودت شنیدی. حتی اکات بی خون بودنت را هم فهمیده است. راتسیا را ده. یگید گندیزال مراتب آخری در راهی کمربورگاز دیده شده است. با دقت همه گروه ها سواره ماشین 34 GS 140 می باشد. با خود گروگان گرفته است. سردارم خبری آمد. یکی در کمربورگاز دیده شده است. در نقطه بنزین فروشی با خود گروگان داشته است. پیساگور. دو پلیس کوشش کردند اما یکی موفق شده است که گریزد. از کجا رفتنشان معلوم است؟ نه سردارم. لیکن رقم ماشین را میدانیم. زود تجهیزات‌های راه را سنجیده برایید. کنی بینید از کجا گذر کردند. گفتم که سردارم دیده ایستادم. تا هم گروه را بگو آماده شوند. در حال میبرایم. اطاعت سردارم. سردارم ایزی یگید را یافتیم. ماشین از کنار انادولو گذشته است. از بالای کپروکی بیکوس. فهمو. شما تعقیب کنید. نیازی تو هم با ممدوح زنگ زن. فهم چیکار کرده ایستاده است؟ فهمو سردارم. گوخان در مدت 5 دقیقه همه را آماده ببینم. اطاعت سردارم. الا سرکمیسر. با من دشی؟ یک لحظه با سردار گپ زنید. الا ممدوح چیکار کردی؟ سردارم ثابت حالا هم نبرآمده است. چیکار کنم؟ انتظار شوم؟ انتظار شدن گیر. ما پای یگید را یافتیم. کمی دیرتر میبرایم. خوب شما هم با دقت باشید. تو هم برای کار. رفتیم. بسیار خوب پیکاس. این کار را برای من میکنی. پران در سرش پران. اکا تو چه گفته ایستاده ای؟ من خواهری تو هستم. خواهری جانی تویم.
چگونه چنین میگویی؟ کم نزن. ثابت در میان برادران در آمدن نمیخواهم. اگر خواهی این کار را به تو میگذارم. نه، شما مرحمت کنید. خب مایلش، برای من فرقی ندارد. اکا التماس یاریده، خواهش میکنم اکا التجا میکنم. مایلش نپرون. بازی بودنش را فهمیده بودم. ثابت خواهرت برای تو یک ضعیفیت است. فکر مکن که نمیدانم. میدانم که برای چی چنین شده است. سلاحت را پرتا. نزدیک شو. اکنون باقیب گرد ثابت. دیدی اکا تو را دوست می‌دارد، باز تو او را بد میگویی. سرد مرا، خواهش میکنم، من گناه ندارم. باوری دارم که چنین است. همش فکری که یمینیک بود. ما را تهدید کرد. انجمنی بزرگ هممون را میکشد گفت. ما را ترساند. مجبور بودیم که با او همراه شویم. این نکایه ها را به دیگران نقل کن. ثابت من نمیخواستم. راه گرد. نوشاکی‌های خوش‌طعم از جمعیتی دارای مسئولیتش محدود یک وجوز، شربت‌های شفابخش از میوه‌های تاجیکستان با تکنولوژی زمانوی تتراپک شویتسیا، نرخی ارزان، صفت بلند و لذتی به‌بها. زودتر که ثابت کجا گم شدی؟ راستی در اینجا من درخت شدم و رشته موندم. راه گرد. اوه، این پیکس است. او هم در درون بوده است. آرزو را با خود میبرد. اکه ثابت در کجاست؟ چی گپ شده؟ پیکس ایست. سلاحات را پرتا و تسلیم شو. ممدو چه سورپریزه. خیری خم شو. خم نشوم چی؟ من عکسی گفته سرکمسر ممدو کنم. نه بهترش خم شوم. یکی باز تیر نخورم. ممدو سرکمسر مرا دوست می‌دارد. خیری ثابت در کجاست؟ نمیدونم. او با درون رفت. خب تو رفته او رو بین. من دنبالش میشم. مالش. اکه ثابت؟ اکه ثابت؟ خب بستی اکه ثابت؟ اکه چشمانت رو کشو. ایستا برادر. آرزو کجاست خیری؟ نمیدانم اکه. پیکاسو رو گرفته برد. با کجا برد؟ من از کجا دانم اکه؟ تو میدونی؟ من نمیدونم. نمیدونم. زودتر راه گرد. اجازه دید ما رویم. برو گوش میکنم مینیک. انقلاب میگفتی چی کردی در آخر؟ چی شد کار پیسگار؟ سردارم عملیات مثلی خواسته همون میرفت که ناگهان یگید پیدا شد. یگید؟ بله یگید. بعد؟ سردارم جای خواطری نیست. چی ما انجام دهیم چی یگید فرق هم ندارد. گوش کنید. شما چی مگر با من مسخره بازی دارید؟ هر دویتان را در همین در می آویزانم. عاقبت خود ما معلوم نیست. سردارم چی معنی دارد سردارم؟ روزهای گذشته در بحر میانه زمین بای دادیم. حادثه ها نشان میدهد که توگمه را از همین بحر پخش کردن. رویدادها با من هم امید بخشید و هم ناامیدی. سردارم چی ناامیدی است؟
ناامید از آن که عملیات‌های موفقی در 3 سال آخر سبب به آن شد که خیرس کلان و برادرهایش همه کارها را در دست خود داشته باشند. در آن وقت به ما احتیاج نخواهند داشت. بله سردارم دوستهای خارجی همان تا امروز همه گونه عملیات‌هایشان را با واسطه ما انجام می‌دادند. دوستهایمان از ما انتظار آنند که خودشان از پس پرده از روی ما دولت را بزانو شینانند، لیکن قوه‌های امنیتی و کارمندان دادگاه مقاومت غیر انتظار روبرو شدیم. یگان نمودی نقشه از بین بردن نفر یکمی حکومت در عمل تطبیق نگردید که باعث بی‌آبروگی ما شود. وقتی در هوا بودن هواپیمای نفر رقم 1 کار نکردیم، هواپیما سلامت نشست. حتی در وقتهای لازمی نتوانستیم به جان وزیرها سوی قصد کنیم. مردم ملتگرا را به کوچه برآورده نتوانستیم. یگان سوی قصد نکردیم تا حکومت از بین رود سردارم. حتی ثبت شده است که در عملیات‌های مذهبی و جنگسازی قوم‌ها موفقیت به دست آورده نتوانستیم، لیکن همش در گذشته‌مان، همش از بی‌هنری پیسگار بود. همین است مکان انجمنی گفتند؟ بله. رفتیم می‌داریم. کو ببینیم در درون کی است. ببینیم که کدام فیلم را نوار میگیرند. رفتیم. تنها وارد این مکان شدن این خودکشی است. نه خودکشی نه، بلکه قصاصگیری است. گوش کن یگید، با درون در آمدن ما شرط نیست. هرچی خواهی میگویم، همه چیز را میگویم. اگر در آیم زنده نمیمانیم. گمان میکنی که نه در آی زنده میمانی؟ یا در درون یا در بیرون بین هم میمیری. برای چی فرقی دارد؟ یگید التماس خاموش است. همه‌شان را میسوزانم، تو هم میسوزی. کایمینیک، اگر فکر کنی که توپ را با پیسگار پرتافته خود را یک طرفه میگیری، خطا میکنی. چی سببی که باشد در دست اسباب جنگی داخلی داریم. طبق معلومات های دوستان اقتدار، خیرس کلان با برادرهایش بعد از همه پیشروی ها دست درازی دارند. سردارم، این معنای آن را دارد که بعد از این ما شاهد عملیات‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی ضد کشور خواهیم گشت. خیرس کلان و برادرانش در هر کاری حکومت ضدیتشان میدهد. انتظار دولت بزانو نشسته بودند، اما کشور روبرو شد که هدف بازیدن نقش در موازنت دنیا دارد. نقشه بزانو شیناندن کشور که عصرها تحریزی شده است از دست داده ایستاد. هم آنها هم ما. اگر 10 سال پیش دوستهای خارجی امان 5 میلیارد دلار را میگرفتند، اقتصادشان فلج میشد. حاضر 50 میلیارد هم گیرند، تأثیر هم نمیکند. تا دیروز با توصیه های سیاست خارجه کشور مثل برچه اطاعت میکرد. حالا در سیستم تأسیس داده خیرس کلان و برادرانش همه را به میدان دعوت دارد. باور کنید من هم روی راست در حیرتم. کشور به یک نقطه آمده است که در کشورهای جنوب و شرقی که جنگ باید شود برادری دارند. در برابر کارهای خیرس کلان و برادرها ما باید برای کشوری ناتوان ساختن قدم گذاریم. برای عمل این هدف از همه کارهای آسان و معلوم ترور و غوغا است. سردارم، دوستان صادقمان پس از 30 سال از خواب زمستانه بیدار شدند. اگر در 1 ماه آخر قتل عام را برزیاد کنیم، حکومت هم از درون و هم از بیرون ضعیف می‌گردد. صف مخالفت هم زیاده می‌گردد. در برابر اشک چشمان به شهیدان باز موضوع بیکاری، گرسنگی و بیچارگی سر باید زند. در جامعه درک خشم را بیدار باید کرد سردارم. سر و صداها درباره فاجعه های بزرگ
پهن باید کرد. جداشوی و خودکشی ها را زیاد نشان باید داد. سپارش های مخصوص و نشاندادهای تیار شده را نشر باید کرد. از همه مهمش صندوقی که برای آوازدهی در دیگرگونی قانون تقسیم می شود و آن اسلوبی که ما را امعا کرده است عوض نباید شود. در تیر ماه ضربه طلایی را یک جایه به دوستان بیرونه عملی میگردانیم. اگر ناموفق شویم نوبت تصفیه ما می شود. اگر ناموفق شویم خیالهای انتخابی 2011 و انتخابی پرزیدنتی 2012 و به دست آوردن نقشه ها را با خاکسترهایمان دفن میکنیم. جنابان ما را درست میفهمید آخر؟ خیلی خوب، خیلی هم خوب میفهمیم. یگان شبهه‌ای نکنید. اکنون میتوانید روید. ها از مردن پیسگار مطمئن باشد و بعد خبر دهید. اطاعت سردارم، خواطر مباشید. این کیامینیک به کجا رفته باشد؟ یگون فکری ندارم. بگو میگویم بگو. دیکاس مرا سوزاندی و البته که جواب همش راست میپرسم. چیکاری جون؟ من یکی خود میرسانم که عجلتان رسید. یگید آمد، پیسری مرد ایون یگید آمد. همه تان را زنده به زنده میسوزانم. باورم نمیاد. باز یگید. وقتی از روشروی نیست، زود پنهان باید شویم. حتی باید گریزیم. از این هیچ خلاصی نیفتیم. این کلت رحم نمیکن، میکشد. به خود بیا مینیک، به سرمان جادوی بدبختی نیار. راه گرد، زودتر زودتر. این آتش شما بر این کرها و به ایمانها را سوختن نابود میسازد. آن تاریکی را که شما با آن کشور را احاطه کردنید من با این آتش روشن میکنم. مرا میشنوید شما؟ التماس نکن یگید، التماس رحم کن با من. رحم کنم؟ چرا به تو رحم کنم پیسگار؟ ها؟ مگر هنگامی کشتن پدر و همسرم تو رحم کردی؟ وقتی که به کشتار کودکان مکتب بمبگذاری میکردی چرا رحمت نیامد؟ به همدستی سازمانهای تروریستی چقدر جوانها رو شهید کردید؟ باز هم میخواهید که به شما رحم کنم؟ چرا رحم کنم ها؟ گبزن چرا به تو رحم کنم؟ همش لازم بود، برای پایداری کشور همش لازم بود. معلوم میشود که تو حالا هم از کرده پشیمان نیستی. چه خیل پایداری کشور و پای دیواری وطن بمب و بارود میگذارید، باز دعوای محافظت آن را میکنید. پس در همین جا مردن تو و تو بر این رزیلان این خدمتی بزرگه برای این وطن خواهد بود. سیواش تا مرکز مکان یگید گوندوزالب معلوم شده است؟ با مرکز خبر رسید ماشین یگید گوندوزالب در کمور بورگاز دیده شد. فهمیده شد. سردارم خیلی نزدیکی. نیازی به کجا رفته باشد؟ اینجا یگان جای دقت جلب کننده است؟ نمیدونم سردارم. همه اطراف را میکنیم. با بچه ها بگو همه جا را تحت نظارت گیرم. اطاعت سردار. مراتبه آخران میپرسم این کیامینیک به کی گفته رفته باشد؟ انجمن. شاید به انجمنی بزرگ رفته باشد. اگر به پیسگار یگان کار شود جوابی وزنین تری خواهی داد آرزو. الو سردارم، پیکاس را گم کردم، لیکن در همین جایها باید باشد. تا به سوی کندیجه می رفتم.
яке гумаш кардам. Кандиҷа? мо ҳам дар ҳамон ҷоем. йигитро таъқиб дорем. маълум мешавад ки як самт меравем. ёфтӣ, дарҳол хабар деҳ. итоат сардорам, шумо ҳам. ана пикас. бахайр аст ҷанобон. ҷавоб надода куҷо меравед? ин чӣ саросемагӣ? дар вақташ омадӣ бародари ҷониям. ман ҳам кӯшиши дар алоқа шудани туро доштам. чӣ хуб кардӣ ки омадӣ? гап назан. миники палиди майдаҳок. ҳардуятон як тараф истед. ҳамаатонро мекушам. ба ману писагор хиёнат кардед. моро фурӯхтед. ки мо магар? ин чӣ суханҳои оғои пикас? хато мекунӣ. гӯш кун, ҳамаш аз дасти йигит сар зад. чӣ хеле ки ту медонӣ, ӯ моро ба якдигар ҷанг андохта истодааст. дар наҳорӣ ҳам йигит ба ман ҳамла кард? ту ин ҷо вақтро талаф медиҳӣ. йигит бошад писагорро мекушад. писагорро? ҳоло зинда аст магар? зинда аст албатта. дар дарун аст. йигит каме пештар ӯро ба ин ҷо овард. накушта наҷот даште, илтиҷо мекунам. бо ин дурӯғҳо кӯшиши халоскунӣ накун. чӣ дурӯғ? мошинаш ҳам дар ҳамин ҷо. ҳозир омаданд. با ما بحث کرده وقت رو از دست نده. ما دائما آماده امری توییم. اگر بمیرد برای همه ما یک تلفی بزرگ خواهد بود. زود پیکاز. باز چقدر انتظار میشوی؟ قسم با ناموسم که دروغ نمیگویم پیکاز. زود باش. در آنجا کسی باشد به من گوش دهد. عاقبت همه‌تان مردن است. التماس نکنی گیت نسوزان. چی گپ است در بیرون؟ کی درون در آمده است؟ نمیدونم جناب. کو رفته بینم؟ در اونجا کسی نیست، اما صدای سلاح میآید. زود راه پنهانی را گشا. از اینجا میرویم. نسوزان دیگه. زودتر باشین، زودتر باشین. گشاده نمیشود. زودتر. هر دویتان در ماشین شینید. دیر نشده پیسگار سردار را نجات ده. زودتر باش. اگر دروغ بگوید این مراتب هر دویتان را کشته کباب کرده میخورم. فهمو درحال میایم. تا ما نرسیم مقابلت نشان نده. زودتر پلیس ناآمد از اینجا گریختن لطفی. بگیر برداریم او را.
پلیس دستهایتان رو بردارید، حرکت نکنید. با تو گفتم حرکت نکن. شما عقب روید، دستها رو بردارید. زودتر زودتر گفتم. یکی در درون است، پیستگار را میکشد. زودتر دستگیر کنید. یکی در درون است. ها، با پیستگار یک جای آمدند. او رو میکشند. زودتر باشید. بابا میندو سردارم در کجایید؟ خیلی کم مانده است. میرسیم. چی شد؟ یکی در درون است. از اینجا بوی سوختگی میآید. این دفعه انیق پیسگار رو سوزانده است. چی ها میگویی تو؟ سردارم زودتر باشد. مایلش حاضر میرسیم. سلام جنابان. درون خیلی تفسان است. همین خیلی نه؟ خود تو کیستی؟ ببخشید خودم را شناس نکردم. من یگید در دستم بوده جنوری 9 میلیمتره 6 تیر دارد. تیر یکم معلوم است که قاتلان اساسی پدرم شمایید. شما آن رزیلانید که سالهای زیاد این کشور را به اشک خونین و سیلاب خرج و مرج غرق کردنی بوده. چی ها میگویی برادر؟ چگونه خون و چگونه خرج آدمی که با شما ارتباطی ندارد، پس چرا از در این مخفی میگریزد؟ گریزندگان پنهانی این حشرات های درونی خانند. متکا و فرماندهی پیسگار شما هستید. پیسگار خو این است. ما برای کشورمان کار میکردیم. اون ما را فروخت. با کشور خیانت کرد. همین خیل گوید؟ شما امرها را از کی میگیرید؟ از اشتراکچیان محفل های تاریکی مگر؟ از مبلغ ترور، از آنهایی که با جان و خون بازی میکنند. جنابی بزرگ از کجا تکمچه شما را پخش میکنند؟ دروغ محض است. همش تهمت، افترا. ما تنها وطن دوستدارانیم. ما به هیچ کجا رابطه نداریم. یکی یا لحظه گوش کن ما را. خطای کلانی را میکنی. ببین خطا را چونین میکنم. من اکنون خطا نمیکنم. نشوندید. صدها سال است که پایه کشور را رخ نزدید. غرق جهالت ها کردید. برای بدار آویختن سروزیر انقلاب ها سازمان دادید. برادر را با برادر دشمن کردید. تراری لعنت را به سرمان باریدید. نوده های امید را شکسته خزان کردید. همه این عمل های رزیلانتان بی‌جزا میماند مگر؟ اکنون خلق بیدار شد. من و هزارها مثل من دست به گریبانتان بردند. گذشته ها گذشته. اکنون نوبتی گذشتن شما رسیده است. ریشه همتان خشک می شود. تا روز قیامت کسی سرش را از سوراخ‌های پنهان کرده‌اش برآوردن نمیتواند. با ترس زندگی خواهید کرد. مثل روباهی پلیدانه زندگی میکنید و پلیدانه میمیرید. یگید برای گرفتن جانت میآیم. برو به میدان. مرد باشی برو. من در این جایم پیکس. ساختن پیسگار را تماشا دارم. تو هم بیا. لیکن در درون با این مرداران سیخته باز تو را ناراحت نکند. با اجازت شما کار را باید تمام کنم. پیسگار به جهنم رفت. خودش تنها غمگین می شود. پیکس را هم به نظر روان می کنم. بازیتان را در جهنم دوام می دهید. التماس نکنی یگید. نپرون یگید. نپرون. یگید برای به میدان. سگار سردارم. چگونه به این حال آوردم؟ برای خونت خون میگیرم. با تو وعده میدیم دستت رو میگیرم. یگید پنهان نشو. برو مردانوار برو با پیشا. تو نامرد چرا از مردانگی حرف میزنی؟ من هستم برو.
ترسیدم گریزی. دیگه از ترسوی گریزان این تویی. نگیرم به هیچ کجا نمیروم. تو رو هم به نزدیک پیسگار روان میکنم. غمگین مشو که از او جدا شده ای. رفتاری که با پیسگار کردی جواب میدی. من تنها با الله حساب میدهم، دیگر نه به هیچ کس. خاکی وطن تازه کردن تو و تو بر این پلیدان برگردنم قرض و فرض است. دیگر به هیچ کدامتان در این کشور جا نیست. دیگه از ریشه همه تان را خشک میکنم. سفسته را بس کن برا به میدان. خب یگید تو بر این ها را از کشور کی تازه میکنه بگو. فکر میکنی که این کاری خوب کرده ایستاده ای؟ بگو از من چی وقت داری؟ تو هم مثل من قاتل دست به خون هستی. قاتلی خون به دست. یکی تو را میکشم. تو را میکشم یکی. کلام لافی بیهوده میزنی پلید. بگذار در دیلت ارمان نماند. در پسی من نجیب سردار است. ممدو هست. در آخیب تو که است؟ دوسته موشی حرام، دوسته شغالی ترزانچک و مثل خودت دوسته خواهینی حرامی دیگر هست و خلاص. نه یگید 5-6 نفرم را کشتی. فکر میکنی که لاهی 300 ساله را نفس کردی. از خرابازی نکن یگید. بس از این قدر سفسته گویی. کنی برا به میدان، برا ترزانچک. یاسیس خطاب خاموش کنک و یاری تجدید را خبرده. کمک طلب کن زودتر. حاضر سردارم. با دقتی همه دسته ها یاری تجدیدی و سلطان خاموشک را روان کنید. یاری تجدیدی برا به میدان. از ترس تر کرده ای. شیمد رای وزداری. همین خیل نه. تنها زورت به آن میرسد که پایها فلج شده است. برا به میدان. چه نگاه داری؟ من در اینجایم. برا به میدان. ترزانچک با میدان برا. برا همین خلقه همه مشخانهایتان را میدانم. پرتا سلاحت را. پرتا. میدانی برای کشتن تو امروز را چقدر انتظار بوده. نخواد این فرصت دوباره به دستت نمی آید. فرصت که داری زود حل کن. با کمال میل. از اونه که با دست کیامینیک میمیرم بهتر از دست تو بمیرم یگید. اگر این فرصت دوباره به دست من میرسیده باشد امروز نصیبه برای کار از من بوده است. هوس کشتن تو نصیبه من بوده است. خیر یگید. خیر.
шифоёбӣ эҳсоси гуворое барои ҷисму рӯҳ аст ва муҳим аст ки шумо беморро бо усули комилан бехавф ва муосир табобат кунед. Маркази тиббии табобати чинӣ ҳамин гуна усулҳои анъанавӣ ва муосирро барои шифоёбиятон пешниҳод мекунад. сӯзанзании чинӣ, гиёҳдармонӣ, табобати маризиҳои қалб, фишори хун, пӯст, амрози занона, гӯш ва бинӣ, бемориҳои урологӣ, узвҳои даруна, сутумуҳра ва амсоли ин акнун дар як марказ берӯзи истироҳат барои шумо пешниҳод мегардад. акнун шумо имкон доред ки бо истифодаи таҷҳизоти муосир аз санги гурда бе кадом ҷарроҳӣ ва изи он халос шавед. суроға шаҳри душанбе, маҳаллаи 65-ум, кӯчаи фирдавси 8, маркази табобати чинӣ. шифоёбӣ инҷо арзону осон аст. пенҷианаев. масъаларо худатон бинед. тоҷикон ҳолӣ дар студияи симо пешниҳод мекунад. لیلا 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 عاشق شدم بلا زیبا زیبای من زیبا تنهای من. این آلبوم از دیگر آلبوم‌ها با کلی فرق میکنه. шоу клипҳои ҷадиди пенҷианаев дар як албом бо номи рӯё. албоми таронаҳои тозаи пенҷианаев бо номи рӯё аллакай дар фурӯш аст.